سلام دوستان، از حالتون چطوره؟ من سویل وایتی هستم. خیلی خوش اومدین به ویدیویی دیگه. امروز اومدیم براتون یاد بدم چجوری اکانت خودتون رو به راحتی چنج کنید و تایید 2 مرحله رو خیلی امنیت اکانتتون رو بالا ببرید. خب دوستان، اول باید گیم پلی رو تماشا کنید، لایک کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، یه کامنت انگلیسی هم بزنید که هر روز دارم فعالیت میکنم و زنگولش هم بتونید بزنید که هر روز از ویدیو با خبر بشین. من دیشب میخواستم ویدیو بذارم، من پریشب اصلا همه برنامه برم خورد. میخواستم 15 روز پشت سرم ویدیو بذارم. روز 4 ویدیو گذاشتم، روز 5 که ویدیو گذاشتم ویدیو آپلود نمیشد. روز 6 گذاشتم، یعنی دیروز گذاشتم، 5 روز نداشتم. ببخشید واقعا دوستان. این نگاه کنید، سر یه دونه سابسکرایب من چقدر انرژی گرفتم. یه سابسکرایب بنداز پای ویدیو که من دارم هر روز زحمت میکشم و یه عالم پول اینترنت میدم که براتون ویدیو رو آپلود میکنم. حتما کانال منو سابسکرایب کنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید که حساب بشه سابسکرایبتون و نپره. ممنونم که ویدیو من دارین تماشا میکنید و لایک میکنید و سابسکرایب میکنید. خب دوستان، من بالاخره گوشی خودمو برداشتم و اوکی شد. الان دیگه کسی داخشتون رو نمیتونه بزنه. داخش. آقا نگاه کنید، داستان از این قراره که شما از داخل سایت خود اکتیویژن میخوایم امروز بریم هم تایید 2 مرحله، یعنی رمز خیلی امنیت داره براتون اوکی کنیم، هم براتون چیز اوکی کنیم، چنج کردن اکانت. و حالا در آینده اگه لایک های این ویدیو، من مطمئنم اصلا لایک نمیگیره، خودم هم لایک نمیکنم. اگه لایک ها این ویدیو به 20 تا برسه، من یاد بهتون داخل آموزش میدم که اکانت کرک رو چنج بزنید. اگه لایکاش به 20 تا برسه، واقعا اگه به 20 تا برسه یعنی احتمالا کسی حتما علون زنوز به من علاقه داره داخل ویدیو هم. لطفا منو سابسکرایب کنید که 15 روز با هم میشینیم هر روز ویدیو میذاریم. بعدش هم مطمئن باشین براتون ویدیو میذارم. 15 روز فقط ویدیو میذارم که ببینم رشد میکنم یا نه. اگه داخل 20 روز من رشد کرد، یعنی مثلا سابسکرایبام حداقل به 10 تا رسید، که من فهمیدم احتمالاً به خاطر فعالیت کردن زیاد سابسکرایبام زیاد میشه. اگه این اتفاق افتاد تو 20 روز که فعالیت میکنم، و اگه نیفتاد فعالیت نمیکنم. دوستان، بنده چیتر نیستم، کلیک شات فقط میزنم. داستان همینه، فقط کلیک شات. از این به بعد برنامه هر روز همینه. فقط منعرف. آره دوستان، اومدم اینجا گنگ دیوونه رنگ. گفتم آقا اومدم با گوشی خودم بعد 2 روز ببینم هنوز موومنت های فضایی رو میتونم بزنم. خب میتونم یا نمیتونم. بله دوستان عزیز، چیت مطمئنم دیروز گذاشتم براتون برای عشقام که میتونید حتما بریم این ویدیو رو ببینین. آره دوستان، خب بریم سراغ آموزش. شما اول وارد گوگل میشین، اکتیویژن رو سرچ میکنین، وارد اکتیویژن میشین و منتظر وای میسین. حالا من کات نزدم، ببخشید. منتظر وای میسین تا کل صفحه لود بشه براتون. فعلا برای اینکه حوصله‌مو سر نره یکم پایین ماین میای با منتظر واسیم لود بشه. همه لود شد، من میام. خب دوستان، آموزش از اول فهمیدم، ریدم واقعا بدم ریدم. وارد از سایت اکتیویژن میشیم. من چون داخل بودم داخل اکتیویژن، وارد اینجا که میشیم باید منتظر واسیم تا لود بشه. اگه اینترنتتون قوی باشه سریعتر لود میشه، اما چون من با اینترنت وای فای وصلم امکان داره چیز بشه. کلا 1 دقیقه زمان میبره تا لود بشه. حالا برای اینکه حوصلتون سر نره میتونین برین چیز میزای پایینش هم ببینین. نگاه کنین الان میام تا لود بشه. یه لحظه. خب دوستان نگاه کنین، باید منتظر واسین لود بشه. الان 14 دقیقه ساعت 2. همینجوری میتونین برین پایین ماین رو نگاه کنین. من بخاطر این لودم زیاد طول میشه تا میخوام زمانش فارسی بشه. اینجوری میاین. خب دوستان ببینید برای ما لود شد این صفحه. شما سه خط بالا رو میزنید، بالا سمت راست. شما به شما لاگینه، وارد شدن به من. وارد شدن رو میزنین. وارد شدن که زدین، اینجا باید اون رمز و جیمیل خودتون رو وارد کنید. که من شطرنجی که واقعا ببخشید نمیذارم رمز جیمیلمو ببینه. شما باید وارد کنید رمز جیمیلتون رو و I'm not bot رو بزنید که بفهم شما بات نیستین
و بزنین. حالا برای من باگ خورده آجی، من چقدر بدبختم. قبول داری؟ اسم من بزنم این. دوستان شما رمز جیمیلتون رو زدین، سه خط بالا رو میزنین، یه مشخصات هست، مشخصات رو میزنین، میان اینجا بیسیک، نه بیسیک اینفو نیست، حریم خصوصی و امنیت پایین ای به شما خارجیه، پایین رو میزنین، حریم خصوصی و امنیت اسمش فکر کنم، آره میزنین. اینجا رمز عبور شما میاد، شما میتونید ویرایش کنید. اینجا هم اعراض هویت 2 مرحله‌ای هستش که شما میتونید از اون قسمت اوکی کنید اعراض هویت 2 مرحله‌ایتون رو. حتما کانال منو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، یه کامنت انگلیسی هم بزنید تنگش که دیگه براتون اوکی بشه. واو دیگه اوکی بشه. خب حالا اینجا همه ماستاناش هست. 5 ثانیه مونده تا آخر ویدیو. خداحافظ دوستان تا ویدیو بعدی.